سلام علیکم دوستان، امیدوارم که حالتان خوب باشد. به کانال فیصل تیوی خوش آمدید. امروز میخواهم درباره راز شگفت‌انگیز 7 طبقه آسمان و معجزه به معراج رفتن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صحبت کنیم. پیامبر اسلام سال سخت و غم‌انگیزی را پشت سر می‌گذاشت. پیامبر بی‌خبر از همه چیزهایی که قرار بود برایش اتفاق بیفتد، در قسمت حجر اسماعیل دراز کشیده بود و در بین خواب و بیداری بود. در آن لحظه یکی از بزرگترین معجزات تاریخ بشریت رخ داد. در تاریکی شب از دل آسمان حضرت جبرائیل پایین آمد و به پیامبر گفت همراه من بیا. پیامبر سوار مرکب به اسم بورا می شود و همراه جبرائیل در عرض چند ثانیه اول به مسجد الاقصی و از آنجا هم به سمت آسمان ها به معراج می رود و پیامبر در عرض مدت کوتاهی توانسته از به جایی برود که میلیون ها و میلیاردها کیلومتر از ما دورتر است. خداوند متعال می فرماید که آسمان از 7 طبقه تشکیل شده است و آسمان اولی را با ستاره ها پر کرده است. پس پشت آسمان اول چیست؟ شاید برایتان جالب باشد پیامبر اکرم که 7 طبقه آسمان رفته چیزهای خیلی شگفت‌انگیزی درباره این طبقات گفته است. پس حتما این ویدیو را تا آخر ببینید، چون در حالی که جبرائیل هم از یک نقطه به بعد نتوانسته است که پیش برود، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم توانسته است از نقطه‌ای هم عبور کند و به معراج برود. اگر آماده هستید بریم ببینیم که آن طرف هر کدام از 7 طبقه آسمان چی خبر است. طبقه اول. پیامبر اکرم همراه با جبرائیل وارد آسمان اول می شوند و به در بسته می رسند. فرشتگان در پیش دروازه اول نگهبانی دارند. پرسیدند کی است که در آسمان نزدیک می شود؟ جبرائیل گفت من هستم جبرائیل. فرشته ها پرسیدند که همراهت کی است؟ جبرائیل گفت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. پرسیدند آیا با پیامبری مبعوث شده است؟ جبرائیل جواب داد که بله، با مقام پیامبری مبعوث شده است. و بعد آسمان اول باز می شود. فرشته های نگهبان به پیامبر خوش آمد می گویند و بیان می کنند که پیامبر چقدر زیباست. پیامبر مساحتی که 500 سال از دنیا فاصله داشت را در مدت خیلی کوتاهی طی می کند و وارد آسمان اول می شود و فضای بسیار بزرگی را می بیند که صدها هزار فرشته آنجا هستند و همه فرشته ها با همدیگر فرق دارند و همچنان همه فرشته ها در حال سجده کردن بودند. بینشان یک فرشته ای بود که با بقیه فرق داشت. بالاتنه این فرشته از برف بود و پایین تنش از آتش. پیامبر کم پیش می رود. یک نفر دیگر را می بیند که روی تختی از نور نشسته است و لباسهایی از جنس نور به تنش دارد. پیامبر از جبرائیل می پرسد که این کی است؟ جبرائیل هم در جواب پیامبر می گوید که این فرد جد بزرگ شما حضرت آدم هست. حضرت محمد در آسمان اول که حدود 500 سال از دنیا فاصله دارد اولین انسان یعنی حضرت آدم را ملاقات می کند. جبرائیل به پیامبر می گوید کمی پیش برو و به حضرت آدم سلام کن. پیامبر به حضرت آدم سلام می کند و حضرت آدم هم در جواب برایش سلام می کند. پیامبر متوجه تغییر حالت عجیبی در چهره حضرت آدم می شود. در سمت راست و چپ حضرت آدم انسان‌های زیادی بودند. وقتی حضرت آدم رویش را به سمت راست می کرد صورتش شاد می شد و وقتی هم به سمت چپش نگاه می کرد صورتش ناراحت می شد. پیامبر علت این تغییر چهره حضرت آدم را می پرسد و جبرائیل هم می گوید کسانی که در سمت راست حضرت آدم هستند آدم‌های خوبی هستند. وقتی حضرت به طرف آنها می بیند از دیدنشان خوشحال می شود. آنهایی هم که سمت چپ حضرت آدم حضور دارد آدم‌هایی هستند که دنبال کارهای بد هستند و حضرت وقتی می بیند غمگین و ناامید می شود و به خاطرشان گریه می کند. قبل از خروج از آسمان اول پیامبر آدم‌هایی را می بیند که مال یتیم را خورده اند
و پشت سر همه غیبت کردند و باعث ایجاد فتنه و دعوا بین همه شدند و همچنان آدم های گمراه و فاسدی را هم مشاهده می کند و خب مسلما هر کدام از این آدم ها جزای اعمال خودشان را می دیدند و بعد از این هم با مساحت 1500 سال دور از دنیا دوباره می رود و با آسمان دوم برسد. دوستان، خدا کند که تا این لحظه خسته نشده باشید و دیدن این ویدیو برایتان مفید تمام شده باشد. در ویدیوی بعدی رفتن به آسمان دوم و چی اتفاقاتی که بر پیامبر می افتد را برای شما تهیه می کنیم. دوستان، چینل ما را سابسکرایب نموده تا ویدیوهای بعدی ما را دیدن نمایید.